چکار کنم؟ من روم نمیشه که به می رفقا خوب بگم که ما بابا باغ و باغچه من ندارم. یک سر زنگ میزنه که ما میایم به دی با باغ و باغچه، حالا من به پیش کی برم گردن کج کنم که تو کلی در باغ خور بده که رفقا ما میایه. خوب شد درختان بسته او دادی که هم باغ بسته کردن روی طرف سرا برو موندگی من کم شه. خب را در صبح میبیادم امی باغ. سلام که جی جان اشتنی بله رمضان خیلیت جنجور خیلیت شوق فضل خدا دام باغ بودی؟ برستم امی باغ کمک او بری و کادشتر ما ماستون بیام امی پیش تو که جی جو یک چیزی ما خیلیت بفرمایید. روم هم نمیشه برارم. خوب بگین چی گپه؟ به خدا برا چکار کنیم؟ رفقای دارم ما از شهر. خوب چند وقتی که میوه و انگور اینا شده بم جون منم یک سره که ما میایم به دی به انگور خورده میایم به میوه خورده طبیعت عوض کنیم دیگه. روم هم نشد خدایی که بزینا بگم ما باغ باغچه نداریم. پیش خود فکر کردم گفتم خیر باغچه باغدار یک باغ بی باغ 100 باغ. همین دوست رفقا و همسایه اینا هستم میرم روی خوربره نمیکنم یک ساعت یمی کلی در باغ خوربدن دستمه. حالا که همین رفقا ما 5-6 تا هستم میایم به باغ میایم اینجا حداقل ما بریم و بجاشه. پیش خود فکر کردم که پیش کی برم غیر از تو اگه هیچ کس روی خور ندیدم که بیام پیشیو. گفتم اگه امروز یک ساعت همین کلی در باغ خوربدی دستم همین یک ساعت رفقا میایم اینجا میشینم با پس فرم خزم میرم میارم میدم کلی دست تو به می ساعت و دقیقه مجله شما چیزی نگشت دو امی فیلن هم باغ را مجله شما من نمیگردونم اون باغ میفهم ولی بچه کوکومه اینا زنگ دادن که ما بیاییم به باغ شما. ما باغ تیار کردم آماده کردم برای که ما امرو عشر قراره و خزم بیایم به باغ بیایم به میله بیایم به اوبیزی بیایم تا با خود شما خبر داریم او زمسته لپ و جب گرفتیه او نمیشه نه که اون کاشکی سبا میشه پس سبا میشه رفقا خوب داریم بیاریم مدو به امرو برا شرمنده چی که ما به خود ما میمون بیایه عشر یعنی باغ بکاریم. خب میمونا شما کی میایم؟ از ما شاید بیایم یک ساعتی بیشتر نباشه. از ما بیایم دیگه دوشیه یک شیر میستکم عشر بیایم تا باغ هستم دیگه رفته نخوشد شما فکر باغ دیگه بکنیم. یعنی نمیشه به سبا پس سبا میشه نه امرو نمیشه. چطه کنم مال پیش کی برم؟ من گفتم این باغ شما هست حداقل او جویبیزی هم داره راست میگی انگور چیزی هم داره اینجا یک دو تلیس انگوری میخوردم رد میرفتم پا برات کار خو میرفتم چطه کنم من پیش کی برم؟ یعنی یک رقم هیچ امکان نداره. یعنی برای امرو سبان خودش برای پس سبا اگر رفقا خو میاریم باغ به خدمت شما ما باغ عجله شما نمیگردم با خود مامان قراره میمون بیای. چطه کنم پیش کی برم؟ چی من بگم خیلی خیره باشه برم بلکه همسایه دیگه پیدا شه بچه مچه اینا یا نروبا به سبا پس سبا باغ ما سیما به خدمت نه دیگه اونا به خاطر که امرو پنجشنبه پیشین تعطیلیه گفتم میایم تا نمازگاه مثل که پس میریم. دیگه فکر باغ دیگه کنیم پاییته باشه. خیره باشه من میرم فکر کنم بلکه یک کدوم نورالله یکی دیگه شما به خدا خیر باشه زنده باش. یعنی من همین ایرون به می رمضان نیمونم بابا تور که باقی میداری تور باقی مای چکار تور میمونی مای چکار میمونا تو بر میخزم میایم بابا بگو که ما باغ و باغچه زمینی ندارم کلوغی ندارم کلاغی بشینه بابا باغ دارم که ما بر میخزم میام ما باغی که ما به ای همه خیلی او بدی میوی روش کو دنی روش کو انگوری روش کو میمونا مفخور تو بیان برم اینجا با باغ همه به هم شکنه همه دال درخت همه بشکنه انگورا بخوره اینجا که اوتر باسد میره بابا برو که برای کار خو مال یک دروغ به تو بگفتیم یکی مای به ما میمون مای بیایی باغ در دهن من اگلنگ میمونا تو یا لنگ خود تو بیایی خود تو کمی که با خالی خورم برات خو میبه ندی بیاری هرچه کمی پیازار کمی کنم مثال نام خدای پیازار میتا پرزوره از که کردن نیه نور بخش لالا نورالله
جور باش لالا رمضان اشتر بخیره خیلیت بخیرین شکر زنده باشین تا پیازا کنیم بیش شک خدا امسال تموم رات پیاز میدین شما امسال دیگه نام خدا به کل دیگه بازار باشه دعا کو که بازار باشه با مثل پارسال من 10 و 20 نباشه نه امسال شکر پیاز خوبه آره چی گپه قراری طرف شما خیریت بخیرین شکر سلامت باشیم چی عجب از ما خبر گرفتید انگاه وقتا میت تیر میشین سلام میکنه بلا نور الله او روز رای کدام برازاده خودم سرا شما گفتم برو سه کلا رمضان اگه بیکارم بیام یک سه چهار روز خود ما کار کنم گفتم نه ولا رمضان به شهرم باز از چی پرسان کدام ما میمونی رفته بودیم به شهر گفتم به شهرم لا کار نمیکنم ولا هر روز به شهرم کار میکنیم اشته نمیکنیم کار باشه کار نمیکنیم پچه کار میکنیم بلا نور الله چون یک گپ ما شما بگم رو هم نمیشه والله حالا رمضان هر گپی داری برای ما بگو رفیق مانی به این جای وقتا اگه ما کار داریم روزگار داریم که اینجا برات رای میکنیم میای گاهی وقتا که کار داری به دیگه جا میگی که ما کار دارم سر کار کاریم گفتم می رفیقای دارم از شهر میایم امرو به ما زنگ دادم چند روزه به جون منن که میایم میتبده خبرگیری یک باغ باغچه یک ساعت میریم میشینیم گفتم اگه شما می کلی در باغ قربت دست ما یک ساعت می رفیقام 5 6 تا هستم میایم به باغچه یعنی میشینن 10 دقیقه اینجا پس ور میخزم میرم حالا رمضان یک چیزی بر تو بگم بله شاید بگم آدم یا شاید ریاضی نباشه یا شاید امی باغ خور با ما اعتماد نکنه نه گفت ما شما نیه لالا رمضان ما برای شما یک قصه بگم تا حال هر چیزی که تو از ما آدم طلب کردیم و تو آدم نه نگفتم خیر بینه خونه ولی به مسئله امی باغ که هسته خود تو خبر داری که ما دو براریم و امی باغ ما شریکیم خودی هم دیگه اون روز امی خسر خوشی ما بیام به باغ باور بکوشه و می جگا برار ما بیام قال مقال برای انداخته که من به امی باغ شریک مالم چی عقدش لالا که تو امی باغ مثلا اگه میدادی بزی اگه بازم که تو میمونا خوره ورده بودی پس بیا یک کار کو بیا امی باغ وردار بگذار میکنیم یا تو وردار یا ما برمیدارم بس هر امی که خسر خوشی ما به امی باغ آمده بود قال مقال از دیگه باسمون شد مادر مگو تک دیگه یاری نه تا کارا نکو هر کسی که میاری برار خورن خبر کو که مثلا انا امرو میمون دارم یا امرو بچه خاله من یا امرو خوشی من یا امرو کین یا اینه خود شما میفهمید معامله شریک داری که هست امینه برار خوب گردم خب نمیشه برار خوب بگم رمضان میت 4 تا رفیق داره میاد یک ساعت باغ میشینم با پس میرم او خسر خوشی ما بیام قال مقالای باسمون فلک رما که امروز بازی بگم رمضان مثلا رفیق من میای همینجا با تامی باغ میای با خدا دو عقل پدگم با در باغ اصلا بزو نگیم رفیق رمضان بگیم رمضان رفیق من خود رفیقای خود ما دارم از شهر میایم هی لالا رمضان تو کو برار من شاید بشناسی اگر رفیقاتو نشناسه یک دم به سر خونه 10 دم دیگه به سر خونیه چرا که یک دم اگه تو همی تو سر خوره به تامی باغ که شما به تامی باغ قال مقال داریم یا خنده و اختلاط داریم و دیگه داریم شاید تو به پیش همین میموناتو به 2 پول او بغلی کنه هیچ چی خیره باشه برار جو خیر بینیم تشکر ما خواهی کاش که اگه کاز مبودی با فدای سرتون میکردم برار خوب گردم دیگه خواهش اگه از برار خود داری ما به خدمتتون پول چیزی به کار داری ما به خدمتتون نه خیر بینیم برار تشکر دیگه مسئله شریک داریه چاش تا نریم برار زنده باش به بعض همی آدمای ایرانو برار خور بگردم تو که جای نداری باغی نداری خونه نداری میمونی میچه کار رفیقی میچه کار کنی برو لقمه نینی با خوب پیدا کن پردی خور بکو برو برات کار خو برو تو بیایم یا اینجا مثلا انیمی کلی با خوم دست تو بودم حالا به مرگ یک 4 من انگور بخورم یا پاش یا دیگه کو به خاکی به خدا در دیوال رحمت میرزنم تمام شاخه و درخت من اگر میچکنم سکو که من از این سال تا با آخر سال جگر مکندی زحمت میکشم امروز تو خاطر رفیق میاد رو خو که کلی با خور بده که رفیقا خو میرم برو کاکا برات کار خو به پیش من نیا که رفیقا خور آوردم برو به خلق مینی پیدا کو بابا کجا میری؟ که به سهرا بودم نه رو به سهرا دیگه بابا رمضان دیدم خوب به من میگفت تک بیامد پیش من با باغ بودم بیامد به پیش من گفت تک کجی گفتم گفت تک من روی من هرچی داره دیگه کس برم بگم به تو میگم همین میمونایی دارم رفقا من ما از شهر بیایه به می باغ به انگور خورده گفتم میاییم به این 10 دقیقه یک ساعتی میاییم ساعت تیری کنیم گفتم همین کلی دم باغ خوبه که من میمونا خوب بیارم
گفتیم لالا رمضان شرمنده ما هم بچه کاکام از شهر بیایم با باغ ما. گفتیم رمضان اگه جلوی شما گری با ما دروغ نکنیم بابا. بابا خوب کاری کردی. بابا این باغی نداره چیزی نداره میمون ما چیکار کنه که بیاره با باغ مردم باغ عزیز خوب کاری کردی. با خدا امونا میامدن. خوب نه به تو درخت میکشتن نه تاب میکشتن نه هیچ. مردم شهری که خدای رسی هم معمول سارتلی سنگوری را ما پشت بالا لغت میکردن. مدار میاویدی خبر حالا که به سرا میاویدی. آفری با ایت نگیم بعض از مردم شهر ایت خوی و عادت دارن که مثلا به قصی باغ و باغچه و درخت و دیگه با شما بگون تاق نیا هر به عملیت میکنن مشکنون اوش نمیکنن. سکو بابا من از این نمیکنم نمیفهمم. مردم دی که هست تو امروز خود من این باغ و باغات اینا کلوانگم بام جوه که دوری را میفهمه که این کدو تاق انگور داره کدو تاق نداره. اینا هوار نگاه میکنه هم تو لغت کرده من تا خوشی انگوری به جلوی نخوره. من همه نمیگم بعضو همی تو سوخم. حالا کن بابا خوب کاری کردی که کلی ندادی که باقی نداره جایی نداره میمون ما چکا کنه. خوب کاری کردی بابا. مقصد بابا اگر رمضان شما دید بگیم ها بچه کاکا کدید ما هم بیام با باغ میایم بخشش باش. خوبه بخیر باشی بابا. من مگفتر میگم خوبه. بله خوبیم بخیر سلامتیم شکر زنده باشین شما خوبین لیلوما خوبه تنکو که خصومه شکر زنده باشین سلامت باشین با خونه یا زمین سر زمین ها بدون بیام وقت مکتب و نمای مکتب بود اینه نیا خوشوشو به خدا میته گرفتار مثل کار غریبی این چیکار کنیم زمین ها هست مکتب هست درس هست چیکار کنیم میایم میمون داریم کی نمیمون ها شما سلام برسونیم دیگه من که خدا نمیتونم یا خواستی گرفتارم دیگه سلام برسونیم با میته صبح میرم تا هم چاش باغ منگول میکنم با میام مکتب میرم انگور هست ها بوگیلر نمیشه ولی نمیشه خب انگور ریکنم چشم باش چه باشه خوب اما رو گیلر کنه بیا رای میکنم با باغچه با باغ رای میکنم که انگور بکنه بیاره بسرا شما بابا میشه بسته خوب شیش افمانه باشه باشه چشم بگور بگردنیم بگو بگردنیم خوب چشم باشه سلام برسونیم خوبه خدا بیدک بعد ما خودی خوشو بگم میزم میگی بگردنی به کجا بگردن تو خب تو میگه تو بیا مهمان ما شو بیا مهمان داره میگه میه اینجا گفت نه خیلی خب بگو که لب بیکار میاد بعد دیگه خود مهمان داره جون داره تو هم اینجا میاد خود تلف میکنی تو چه دیدی من جان ندارم نه من کی رفتم خاطر خوشی تو رو چه دیدی من جان ندارم خب گیلک چه جنجال میگیری من برفتم گفتم نمیتونم کار دارم خلاص خاطر نگاه خوب بار میکنه خب میگفتی باشه با خودت تو میری مگزی باشه تو که رو بعد گپ با خودت تو میری تو که کما گفتن خود خاله زنگ بزنم بعد خوش آمد نه چی میگی من میگم خب چی میگم میگم به شما خوبا بیار آفرین اوکی با بعد گپ زدی که بعد سلام علیکم عباس میام گیلکم سلام خاله جان اشته هستیم جانجا اختیار هستیم زنده باشه دم غنیمت خدا شکر با روزی هزار با کم تنچی عباس کلوشی ملنگی من شده بیدن گفتن کلوش از من است چیگا پای دیگه با شما انگور میارم خیلی انگور ها خوبه داره میان گیجه باشی یا بی گیجه زنده باشی یعنی همینطوری به دم نماشون میان که تریک شده دیگه مثلا من شاید با دوباره بار نتونم بگردم چون سعی چطوری چی دیگه مادم میتونم بتون که بعده من لباس کرد خودم لباس کرد تلفن ازی بگی شروع کن الو اراد خوشو ازی درسته شما نه همینه
اگه با تحریک باشه من کردم فرمون عمل هست و یا به جیوجه رو بفتکم چونش دارم هیل تحریک چکم من نمیبینم جلو خود یا خدای نکرده دن سگ سوتل میشه ببینیم مثل تو با سو وقت میام بخیر زنده باشیم ایران بیاد خوشیتو میگم من نمه کار دارم میگم بابا میگه تو چوب کن من کار دارم خدافیزی کن خدافیزی کن خود کی خدافیزی کنم؟ خود خوشی و خدافیزی کن خوشی از این خود شما خدافیزی میکنم تشکر باشه میارم دلجان باشه میارم اونا هست کخزده یا مای بیارم میگم شربت کخزده یا مای میخوریم بسیه خدا حافظ خط یعنی گل اگه آخرین بار شربت من میگم بیا شربت آخرین بار من گوشی خود است و تو خود گوشی خلاص شد دیگه اگه گونه است دیگه میشه کوبسته کوبسته رمضان بیامد گفت البته کلی که بده دیده برو کلی در واقع بکنه پیغام بیامده برای مکان انگور خوری خب دیگه چی گفت ما گفتم باشه برم مثلا با باش برم گفت یعنی من میرم دستی کلیو میرم و 5 دقیقه کلیو میگیرم میارم دیگه بعد و تالیه کلیو با خور بده مدام امیر رمضان که میره پیغام و قوم خش پر از این باغ مردم سیر کرد اصلا خب باغ نداره ما اینجا میمون میرم برو کار برات کار خو تو چی بگم حالا امروز جواب میده دیگه چه ورود دیشته مته میگفتی نمیدم کلی باغ خو گوشال اگه کلی بیاره به تو پینجه یا بود اصلا از ری بده من میگم تو کلی باغ رو دست بدی شاخ چار بش کنم اونجا بر انگورا بکنم حالا چی بگم خوشی تو انگور یک کار تو رمضان ولده بریم کارتون که اون آورد برو بابا فهمیدی تو انگورا گیجا خوبه تو خوب میفهمی خود تو انگورا خوبه شیش افغان تا کارتون کو برای که این فرغون واسطه برو به سراغ خسرو پس بخی بیا نه دیگه اگه ما میلاد چه تا بیا اونجا میمون دارم ولی کسی نه تو میبری تو کجا بریم انگورا رو بیا اصلا تو بگم میخوام ما فس نمیکنم خوبه نه من اگه دل جان کو تو گپ نمیزنی وقت گیره تو خورم تون بدی بشو وقت ادو بگم بس گم میسکو من میگم ناس تو واسه ساکت خوشی تو کلام تارخو خود تو سیکل میشته که برو باز تو فیلم بدم برو آخه برو جواب گلوار بده همون تو برو سیکل اقدام اگر رمضان بجره تو میخوری چی نگه برو عباس نبودن ما خود میمون داره میگم تو برفته به ایران ما خود میمون داره برو ما خود میمون داره رمضان گفته که برو کلیا با خور بیاد ما رفیقا خورم باق کم برو در باقچه دیگه برو در باق دیگه برو